ای خواهر مسلمان، یک لحظه اندیشه کن. گشته معشوقی صد کس، نام خود را پست مکن. والدین تو دارند در دل آرزو و امید. به حرمت خداوند سری آنان خم مکن. با مردهای بیگانه مکن واخوری اصلا. الله گفت بر تو ای زن، با مرد آشناگی مکن. در بین یک زن و مرد سومین این شیطان است. هوشیار باش تو ای زن، حیات خود خوار مکن. در این عمر دو روزه نگه دار ناموس خویش. خواه حیات خود